نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسعود جناب امدرد صاحب ایماق صاحب عمر خیل صاحب ټول مشران لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست، په لیمو راغلی، خدای مو همیشه راغلی. یک طبقه بندی کنیم صحبت ها را. اول میریم سر اقدامات. امروز ما تصمیم گرفتیم فرقه قندوز ایجاد میشه و قندوز مرکز یک فرقه نو در چارچوب قماندانی قل اردوی 209 میشه. یک تورن جنرال بعد از این معزف با ماموریت در قندوز خواهد. دوم، قندوز به زون پلیس ارتقا پیدا میکنه و یکی از مجربترین افسرهای پلیس ما به مسئولیت کل زون شمال شرق به عهده خواهد داشت که دو نقطه اصلی درخواستایتان بود. قماندانی قوای زمینی را لغو کردیم تا 300 نفر از تشکیل از او بتانند به قندوز برن. لوا ترتیب شده بود، پیش از او اراده محض اول بود، اما بالاخره مشکلات بیروکراسی که وجود داره رفع شده. به زودترین فرصت شاید اردوی ازی خود باشه. دوم، کمیسیون امنیتی امروز در قندوز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به قندوز نخواهد داشت. طول نن سر داد ورک. ما 2 بجه صبح اول معلومات گرفتم. از 8 تا 9 جلسه منظم داشتیم. جناب مسعود صاحب بودن. در پالوی ازی کمیسیون اولیه ملکی را هدایت دادیم که تمام صدمه که به تعمیرات دولتی و این آمده بررسی شد. دقیق شاکبه اقدام کن. 3. عملیات به شهر محدود نمیمانه، توسعه میکنه. اول به تمام ولایت قندوز، 3 مرحله دوم به 3 ولایت. بغلان، قندوز، تخار از یکی دیگه جدا شده نمید. بدخشان نور مشکلات لري، اما حالتا به زمه لکت فرصت را که مردلتا اساسی خبرت داده تا عملیات باید تکمیل سی. تکمیلی عملیات هدایت داد. چهارم، امرخیل صاحب دست نمانه نکن گلم پرسید اوی ماش من در سر داد چه ده قندوز ده ملکی داری او پس لغنه ده امنیتی داری تبدیل که در سر مشوره کن. 5، یک هیئت بررسی عالی رتبه تعیین میشه که تمام دلایل خرابی وزر تحلیل کن. افرادی که مثل که شخصیت را که جناب امدرد صاحب از پیشان نام گرفتن که از بالایسار تا میدان هوایی رفتن تقدیر میشه. امروز یک جگلن مترفی دگرمنی داد راستن. در عین حال 5 نفر در مزار شریف گرفته شدن، محاکمه میشه. اما محاکمه صحرایی در فرهنگ ما باید وجود نداشته باشه. باید یک تفکیک واضح وجود داشته باشه که مسئولیت از کیست، چه بیا داد ملامتی ترتیب را نیست، اما په عین حال که مسئولیت پذیری ترتیب راست. یک نقطه واضح شده، کسایی که گریختن کلش به واسطه وسیله مقرر شده بود. کسایی که دفاع کردن کلش اولاد غریب بود. همیشه همینطور است. و هدایت مستقیم به تمام قوای امنیتی و دفاعی است که تصفیه کنین قوای امنیتی و دفاعی را از واسطه بازی و مداخله سیاسی که مردم از این خاک واقعا از این خاک دفاع میکنن. و امروز قندوز با تمام مشکلاتی که دارین نشان داده که مردم از این خاک وطن پرست هستند و از این خاک بر قیمت دفاع میکنن.
ترتیبات شیرخان بندر گرفته شد. قوه رسید دیشب به شیرخان بندر و از شیرخان بندر ما خبر داشتم و میخواستم مشکلاتتان بفهمم. امروز امرایشان مشوره میشه که کجا میخوان پس برن. مزار میخوان برن، پس قندوز میخوان بیان، کابل بیان. ترتیب آورایتان مسئله جدی است و اگر در کابل هستن یا بغلان هستن لیستا را جمع کنید که بتانیم بفهمیم یک ترتیب واضح چیست که ترتیبات گرفته بودن. دا عاجل شایانو چه پوستی چه اتاس خبری ما اوریدلی دی اور باندې عمل کړی بیا رازو وزد. میراث 40 ساله که بر من رسیده برتون واضح باشه. اگر روزانه و به قندوز رسیده نمیتونم بعد بفهمین که در 13 ولایت افغانستان در 6 ماه گذشته ما جنگ داشت همزمان. سال گذشته 2 روز پیش که بار به من رسید اکثریت مطلق خارجی به این باور بودن که افغانستان 3 ماه زیادتر دوام کرده نمیتونه. پایدم دیکنید ام دا اوس رسانگانیم ام دیکنیدی داریدلی اما مکسابته کرله چه دا جنگ گټلی سو منتها هشای چې هم درس ویلی تاسو ټول موږ باندې خبرې دا جنگ موږ باندې تحمیل سوی و قندوز مشخصه قندوز چیست؟ مشخصه قندوزی است که امروز مرکز ثقل تروریسم بین‌المللی به قندوز انتقال کرده. قبول دارید؟ سر کنه. مرحله اول اقدامات ما در چارچوب ازی بود که تعلیل دستگاه اطلاعاتی ما ای بود که ای ناامنی محلی است و دلیل واضح عمر خیل برتان ذکر کردم. من سر خط آهن استاده استم، مطالعات مقدماتی خط آهن تکمیل شده. امرای رئیس جمهور ترکمنستان دیدن که با وضاحت به نتیجه رسیدیم که به هیچ قیمت من مسیر خط آهن تغییر نمیتم، از قندوز شیرخان بندر تیر میشه. قندوز تلاس نه تلاد اما ولی سکال جنگ شمال انتقال کرد. واضح پیگه چه جنگ دیدی پر انتقال کرد چه ما مخونیسی چه افغانستان آباد کرد. بل دلیل ند دا مسعود صاحب اول ورز ما سره کیناست. از روز اول قندوز، فاریاب، المند، ننگرهار و کابل محور توجهی ما نبود. اما اول گوری ما تترقم امنیتی و دفاعی بود. انگیزه ندارلود. غیر لکنزلونه دو یور از تقدیر اوریدلی. تسرق بلش قاضیانس. آیا دی امنیتی و دفاعی قویت ما انگیزه ورکرل کنه؟ زانه تثبیت که کنه؟ اما خواهر محترم برادر چارچوب سقف اردو تعیین است. از 345,000 نفر بالا رفتن نمیتونیم. نقطه اولی که روز اول از ما پرسان میکنن چرا در روز اول حکومت دارید پیمان امنیتی امضا کردی؟ 1 هفته تنها تیلی اردوی تنها پوره کده میتن؟ 1 هفته کسایی که چی غصب میزنن خب باید ایرم بفهمن که از کدام جب ای خاک تنبیل میکنن. امروز قوای امنیتی و دفاعی تان ام تنبیل شده، ام تجهیز شده، ام در حال تعلیم است. اما مناسبات دنیا را پس عیار کردن، مناسبات منطقه را پس به دست گرفتن 8 ماه اول ما را گرفت. در ما یو سفر جناب سناتور صاحب تشریفاتی نداد. هر سفرم بازم جناب مسعود صاحب کاکل صاحب اینا شاهد هستن 2 ماه تا 3 ماه آمادگی میخوایم. که تا خود سرای عوضت نسی. ما 4-20 کاله متابید که تیر کردی زده خارج مخ نغوارم و گورم. اما مجبوریت. منطقم جوړه کړي اجماع راغلی شرایط په اساسي توګه توازن تغییر کړي اما دغه جنگ علت څه ده؟ د جنگ علت دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله چې نیویورک کې
بیانیه ورکی چې افغانستان ثبات خواته راځي راسي چې بې ثباتي پیغام درکړي بله هیڅ خبره نه. این جنگ فرمایشی بود. قندوز قربانی است. کل ما قربانی استیم. اما مسئله دی بود که عملیات قندوز چرا استاده شد؟ از خاطر در بدخشان دیدین اگر بدخشان سقوط میکرد. نقطه اول خواهر برادرای محترم ببینین در دورترین ولسوالی افغانستان ما را به جنگ کشیدن. یعنی یک ولسوالی را من اجازه دادم که زیاده از 3 روز در دست کسبانه، اما قوای امنیتی و دفاعی هم تا حد آخر انسان است. چه دا برخه سر پوست چه یو اصاب ده که بدخشان سقوط کرده و یه وری خب پوست ول دوی خب پیگید شبکه دی هیچ بخش جنگ افغانستان یکیش از دیگه جدا نیست. و دوم در مرحله اول بازم جناب خالق خان یکی از مجربترین جنرالای ماست فکر میکردن که در 3 هفته تصفیه قندوز صورت گرفته میتونه. جناب عبدالحمید خان را که روان کردیم پس اول دادن بازم یاد محاسبه است که گفتن این جنگ به مراتب عمیق‌تر است. په هغه مرحله کې ټول امکانات نو ځکه سبا هلمند کې کش کړو، میمنې کې کش کړو، اگه باز از این ولسوالی از یک تعمیر که در چیز زیادتر نیست. اما از نگاه سیمبولیک رسانه‌های ما اعضای پارلمان ما اینا سینه پاره میکنه. شما جنرال هستید، جناب ما میفهمید چیزا. اما قوای هوایی ما بچه افغان نمی بود کس 200 متر امرای هلیکوپتر پایین میامد خود جمع کردیم. از این جهت امید است که ایره پس ما معذرت نمیکنم از خاطر چیز ما یا طرفه نمیرم، اما اگه ای فکر میکنین که قندوز در فکر من نبوده امید است که برتان ثابت شد که قندوز دوامدار در فکر من بوده. اینال میم سر اهمیت کن. و یک مسئله دیگر برتان ذکر میکنم، بررسی کامل پلیس محلی صورت گرفته و در قندوز و شمال افغانستان مشکلات جدی در مدیریت پلیس محلی در طرز تعیین ازی وجود داره و بعض قسمت زیاد از پلیس محلی وجود نداره. دوم دستون زیوی یا غلط افراد تور کرسی بیدی، دوم غلط تو زایو که پلیس محلی بنده دی اردو کار کوي خونی سی که پکتیا تا گوری قندوز تا گوری سر تا سر دی پکتیا جناب خالق خان کماندان دی قل اردو یو استراتژیک زای که پلیس دی محلی نست. قندوز که بلکس مهمترین زایو که محلی پلیس تاینسیو او محلی پلیسو دختید. دوم مشکلات ستاب پلیس که دا بررسی کیگی پا اساسی توک. نو هیله ده چه دارا سر اومنی زینه شاین وقت وردی اما اتاسی درد اما سر استرک بانده. اینال میم سر اهمیت قندوز. تاریخ نمیریم سرش. قندوز هم کندوی افغانستان است. قندوز هم شورای افغانستان است، هم مرکز ترانزیت است. تمام از اهمیت از این نیست، هم مرکز مالداری افغانستان است. قندوز برای ما شکل حیاتی داره در تمام طرحهای ما که انشالله آینده انشالله تعالی سال آینده شما عملی شدنش خواهد دیدین. محوری توجه محوری ما را به قندوز خواهد دیدین. یه از خاطر نیست که شما قندوزی هستین، از خاطر از اینکه قندوز است. کسی که قندوز مورد نظر نگیره در حقیقت اقتصاد افغانستان نادیده میگیره. ما گشتیم شواتر کردیم در قندوز و بارها آمدیم خدمتتان. از این خاطر زمستانه امید قوی داریم که ما شما به مشوره اساسی سر بهبود وضع قندوز مصرف کنیم. و نوع حکومت داری را اینال ما از خواهشای مرا تقاضای مرا خواهشای مرا بشین. اول بافت قندوز قسمی که جناب سناتور صاحب گفتن کلتان شاهد هستین بافتتان بسیار محکم بافت است، بافتتان ملی است. لطفاً عناصر ماجراجو را اجازه ندین که بافت مستحکم ملی قندوز بشکنن. خواهش ما است که تفرقه را اجازه ندین، تقسیم اجازه ندین. شما مناسبات بسیار عمیق دارین با یکی دیگه. به نام ایماق و پشتون و تاجیک و ازبک و
هزاره و اینا تقسیم نشه. کسایی که از جنوب به شمال میرن فوراً درک میکنن که بافت اجتماعی شمال چقدر قوی است. دغه بافتینگ اجازه ده مو ورکوي چې منځ کې تفرقه راځي، از خاطر که تفرقه بنیاد ضعیف میسازه. دوم، به یک مشوره واضح بیاین که نوع حکومتداری را ما چطور حساب ده کرده میتونیم، چه واضح سر مشوره. سوم، در ساحه امنیت پس رای مردمی را اختیار کن. رای مردمی مانشی نیست که ملیشیا اجازه میده، ملیشیا اجازه نمیده. این خط سرخ باید واضح بگوین و شما به اجماعتان خط سرخ تعیین کنید. خواهش من است که سر قوای امنیتی و دفاعی خود حساب کنیم، امرای قوای امنیتی و دفاعی خود کار کنیم، اما کار زنجیری، کار دوامدار، کار مثبت تیو بل باندې اعتماد فضا راځي. افراد گذشته را جناب امرخیل صاحب تاسو ذکر وکړ، مجبور شو چې بدلی کوزه کسی کاری ونه کړ. تاسو خپل را تویل چې هغوی بدل کړ، اما په انتخاب کې دقت پکار ده چې پوسو او ان شاء الله تعالی په ګډه به دا کار وکړو. تاسو نه ټول نه مننه وکړو چې پرونم که په دې کې غوښتنه د ټولو دا وه چې باید 24 ساعتو کې رسېدلي وای، او ما اول هدایت هم دا و چې باید 24 ساعتو کې، اما لارې کې مشکلات و، اوس هغه باندې نه غږېږو. اوس مستقیمه اداره اما په لاس کې ده، زه نه ورځنی حساب اخلم. دوامدار مرکز د سوق اداره 24 ساعته په وزارت دفاع کې فعال ده. لوی درستی صاحب کېناستلی، معین صاحب د امنیتي هم کېناستلی، معاون د امنیت ملی هم کېناستلی. اوس به دوامدار محاسبت کوو چې دا شی چې مات سي اول باید ټول کو، پس له هغه نه به دې خواته راسو چې چا مات که دلایل یې څه وو. نو زه مننه کوم، ټول احساسات هم په ځای دي او له دې نه چې اظهار هم کړل د زړه له کومې نه زه مننه کوم. ځکه ورونو منځ کې که رښتیا نه وي هیڅ شی نتیجې ته نه رسېږي. تاسو پوهېږئ متل ده وایي کوږ بار منزل ته نه رسېږي. نو د سیخ بار اساس رښتیا ده. زه همیشه مننه کوم او دا پوسئ چې ارګ د کوم بل قوت مرکز نه ده. تاسې د قندوز خلکو زه دلته راوړی او دې چوکۍ ته زه ذره علاقه نه لرم، د چوکۍ په حیث ګورئ چې همیشه لرې کېدم چې تاسې پوه سئ چې چوکۍ نه لرې یم او تاسو سره کېنم. مسله دا ده چې دا د خدمت مرکز وګرځي او هغه شی چې موږ او تاسو در 40 کال نه پاتې دي، مثبته ګټه دا ده چې قندوز مرکز د مقاومت و، قندوز مرکز د قهرمانی و، اوس ان شاء الله تعالی د یو بل رقم قهرمانی مرکز بکیږي. قندوز هم شرایط بسیار بده تیر کردم، شرایط بسیار خوب. وقتی که عبدالمجید خان زابلی خداوند ببخشش شروع کرد، در قندوز یک پاو پخته نبود. در ظرف 5 سال صادرات پخته قندوز سمت شمال به 30,000 تن رسید. توجه که باشه، تمرکز که باشه، همه چیز ان شاء الله تعالی با هم جمع میشه. من در خدمتتان هستم، بازم تشکر میکنم که تشریف آوردین و ان شاء الله با هم مشکلات حل میکنیم. بخیر باشید.